سلام عرض کردم. حال شما چطوره؟ آقا میدونید یکی از ویژگی‌های سال 95 چیه؟ الان عرض میکنم. سال 95 سال خالی شدن خزانه عظماست. یعنی تمام بانکاش یکی یکی دارن جارو میشن، از بانک‌های استراتژیکش تو عراق و سوریه گرفته تا بانک ایدئولوژیکش تو حوزه ها. این تحلیل و تفسیر نیست، تازه ترین اعتراف رو از زبون خودش بشنوید. بله. به تأثیر فضای مجازی در افزایش شبهات دینی و وجود انگیزه‌های سیاسی برای تزریق افکار منحرف در ذهن جوانان اشاره کردند. ایشان تأکید کردند این میدان واقعی جنگ است. روحانیون و طلاب باید مسلح و آماده وارد عرصه مقابله با شبهات و تفکرات غلط و انحرافی شوند. آخوندا باید مسلح بشن. به چی مسلح بشن؟ به سانتریفیوژهای نم کشیده و موشکای دوزاری یا به نعلینای پاره‌شون؟ معلومه وضعیت خیلی خفنه که خامنه اینجوری به دست و پا افتاده و داره از به فنا رفتن سرمایه‌هاش تو حوزه میناله. حالا ادامه‌شو ملاحظه کنید تا خدمتتون عرض کنم. علت تأکید مکرر بر ضرورت انقلابی ماندن حوزه‌های علمیه این است که استمرار حرکت صحیح و انقلابی کشور و جامعه بدون حضور مستمر روحانیت امکان پذیر نیست. مراقبت از اینکه حوزه‌های علمیه از شیوه طلبگی به شیوه دانشگاهی گرایش پیدا نکنند. عجب، بعد از گذشت 35 سال از کودتای فرهنگی و این همه سال بگیر و ببند و کشت و کشتار تو دانشگاه ها و انواع اقسام سهمیه بندی ها، تازه به حول و بلا افتادی که مبادا حوزه شبیه دانشگاه بشه. مگه خودتون نمیگفتید که حوزه و دانشگاه باید پیوند داشته باشن؟ پس چی شد؟ از چی میترسی؟ از عمامه پریشونت یا از کشتی در هم شکسته ولایت؟ خبرگزاری حکومتی رسا 26 اردیبهشت. رجبی عضو جامعه مدرسین حوزه قم: عزم جدی برای اجرایی کردن مجموعه مطالبات رهبری وجود ندارد. سرمایه گذاری دشمن در حوزه علمیه نیز قطعاً ولو با چند واسطه وجود دارد تا بتواند بین حوزه و نظام زاویه ایجاد کند. 2 جمله گفت توش یه جای آباد برای عظما نذاشت. یعنی هم به طلسم شکستگی ولایت اشاره کرد، هم به وضعیت حوزه ها و برشکستگی 37 ساله نظام تو جایی که علل قاعده باید محل اتراق ولایت باشه. خب حالا یکی بگه ببینم مگه تو حوزه ها چه خبره که عظما و باقی سگ و سیله هاش اینطوری به دست و پا افتادن؟ بنابراین جریانی که استکبار ستیزی را به شکلی در حوزه زیر سوال میبرند، جریاناتی که اندیشه و تفکر حضرت امام را زیر سوال میبرند و درباره نظریه ولایت فقیه انقلت میآورند، حتی ما شاهد هستیم که در حد مرجعیت در دین بدعت میگذارند. یعنی زهر تا قلب ولایت هم رفته و هست و نیست این رژیم پادر هوا رو در و داغون کرده. یعنی هرچی خمینی تو حوزه کاشته بود همش باد هوا شده. یعنی تیشه به ریشه خورده. تازه همین یارو 2 قدم بعد یه حرف کت و کلفتر دیگه هم میزنه که معلوم میشه بانک استراتژی و ایدئولوژی که سهله، باند سیاسی عظما هم زده شده. برخی از کسانی که اصرار بر این دارند که حل مشکلات با غرب است، روحانیون هستند که میگویند غرب اصلاً آدم بدی نیست و شماها تندروی و افراطیگری کردید که این گونه شده است. معنای همه اینها نفوذ است. اینجاست که میرسیم به همون وضعیت 2 قطبی تو نظام و همون دعوای همیشگی بین باندای حکومتی. یعنی خامنه نگران اینه که رقیب قاپ آخوندای حوزه رو بدزده و زهر و قاطی خونشون کنه. خلاص این که تو این حال و هوا خامنه بازم باید دم بگیره. آهای آهای همومی، هوا امامم رو بردن. خدا حافظ شما تا فردا.